سلام، امروز میخوام بهتون یک ماساژ کامل با گواشا رو آموزش بدم. قبل از هر چیز طبق روال همه ماساژامون آرایش صورتتون رو کامل پاک بکنی، صورت، گردن و قفسه سینه‌تون رو با مرطوب کننده‌ای که روزانه استفاده میکنین یا روغن‌های مناسب که باز این بالا براتون می‌نویسم چرب کنید. مرحله اول از وسط قفسه سینه 10 بار به سمت راست و 10 بار به سمت چپ بکشین که قفسه سینه‌تون کامل قرمز شه. بعد با قسمتی که انحنا داره از بالای گردن به سمت بالای شونتون بکشین. این حرکت هم گرفتگی عضلانی اون پشت رو بهش کمک میکنه، هم برای تخلیه لنفاوی بسیار مناسبه. بعد از همون قسمت از پایین گردن به سمت بیرون مثل ویدیو 10 بار هر طرف رو به سمت بالا بکشین و بعد برای زاویه فک هر ور 10 بار. برای گونه میتونین از تیزی گواشا استفاده بکنین و حالت فرم دادن از بالا به بیرون بکشین. از همون قسمت برای پشت لبتون هم میتونین استفاده بکنین. یادتون باشه که همه ماساژهایی که من دارم انجام میدم و اقلاً 10 بار انجام میدم. چونتون رو فراموش نکنین. برای بالای ابرو دستتون رو به ته ابروتون بکشین و برای خطای پا کلاغی و خطوط زیر چشم همونطور که می‌بینین هر ماساژی رو من 10 بار انجام میدم و یواش یواش پیشونی و گوشه‌های ابروم شروع به قرمز شدن میکنه. برای خطوط وسط ابرو از پایین به بالا و با بالای انگشتم مقاومت ایجاد میکنم و بعد ماهیچه رو ریلکس میکنم. از گواشا بیشتر از 3-4 بار در هفته استفاده نکنید. موفق